به ریاضیجت خوش اومدید. امروز اومدم با یه روش تستی خیلی خوب مثل همیشه از مبحث ترکیب تابع. سوال اینه اگر fx رو داده بهتون jx رو هم داده بهتون، jfx رو ازتون میخواد. شما میدونید ترکیب jfx رو نوشتن وقت گیره. به جای این راه حل شما یک عدد مشخص رو به جای x جاگذاری کنید. من به جای x3 قرار دادم jf3 رو به دست آوردم، یعنی 3 رو در تابع f جاگذاری کردیم که شده j54 که j54 هم شده 6. حالا جواب تست کدومه؟ میارین این 3 رو تو این گزینه‌ها جاگذاری کنید، ببینید کدوم یکی از این گزینه‌ها جواب 6 رو بهتون میده. خب مشخصه گزینه 4 2 رو ضرب در 3 کنید 6 رو بهتون میده.